قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه درباره تعیین مدیران مخصوص در اگرینوست بانک و تاجیک صادرات بانک همین هفته صادر شده است. بر اساس قرار دادگاه، رحیم جان شریفوف در اگرینوست بانک و فرخ نورالدینوف در تاجیک صادرات بانک مدیر مخصوص تعیین شدند. طبق قرار دادگاه این دو نفر باید دوام 2 سال آینده اموال بانک‌های مفلس شده را فروخته مبلغ مردم را بازپس بدهند. تعداد مشتریان اگرینوست بانک قریب 28000 و شمار میزاجان تاجیک صادرات بانک 5500 نفر هستند. مسئولان بنیاد سقراطه یا بیمه پسندازهای مشتریان قبلا گفتند امانت مردم با پول ملی تا 30000 سامانی و با اسعار خارجی تا 21000 سامانی پر را جبران کرده می شود. پولهای باقی مانده در روند برهمدهی پرداخته خواهند شد. طبق این اعلان بانک ملی، از حساب بنیاد سقراطه مبلغ 64% مشتریان تاجیک صادرات بانک و پول 86% میزاجان اگرینوست بانک برگردانده می شوند. باقی مانده میزاجان مبلغ خود را قسما از بنیاد سقراطه و بعدا از حساب فروش اموال بانک ها می گیرند. جریان برهمدهی اگرینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در حال آغاز می شود که مشتریان این بانک ها نگران مبلغ های گذشته خود هستند. خواطره میزاجان از آنجا است که هنوز هم میزاجان تاجپرام بانک 4 سال باز نمی توانند مبلغ های خود را بازپس بگیرند و میزاجان اگرینوست بانک و تاجیک صادرات بانک هم از آن نگرانند که این تجربه تلخ به سر آنها نیز نآید. ولی مسئولان بانک ملی و هم تاج‌الدین پیرزاده، یکی از مالکان تاجیک صادرات بانک، وعده دادند که مبلغ های مردم پر را بازپس داده می شود. تاجیک صادرات بانک و اگرینوست بانک، دو بانک قبلا نظام ساز، روز 21 می امسال با قرار بانک ملی مفلس اعلام شدند. مسئولین بانک ملی گفتند ناوابسته از یاری دولت این دو بانک نتوانستند فعالیت خود را معتدل گردانند. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه.